عرض سلام خدمت دوستان. خب دوستان، امروز 26م، تقریبا 2-3 روز پیش من ویدیو قبلیمو گذاشتم داخل کانال. اگه بریم ببینین تو ویدیو قبلی خدمتتون عرضم که من براتون اعلام کردم، گفتم که حباب امروز 18.1%. یعنی چی؟ گفتم حباب سکه رفته بالا. دوستانی که دقت کردن دیگه قطعا متوجه شدن باید میومدین روی آب شده. حالا عزیزانی که ما 2-3 روز پیش ویدیو قبلی بریم ببینین هست، این کار کردن روی 18.1% فروختن اومدن راه شده. امروز 26م، قیمت لحظه الان هر مسقال طلا 11,670,000. سکه چقدره؟ 31,300,000. خب حباب چی؟ حباب الان چقدر اگه بخوایم با این عدد حساب کنیم؟ الان اگه با همون روشی که من بهتون گفتم 11,670 تقسیم بر 4/33 بکنیم و ضرب در 10 منهای 31,300 بکنیم، ببین دوستان، منهای 31,300 بکنیم، عددی بعد مجدد تقسیم بر 31,300 بکنیم، عددی که براتون میاد 14. حباب امروز 14%، حباب تاریخ 21 یا همون 22 18%. 4% توی 3-4 روز. نه از نوسان جا موندی، نه استرس کشیدی، هیچ. مثل آب خوردن 4% شما این وسط سود گرفتی. 4% عزیزم نگاه کن، 4%. 4 سکه چقدره؟ 31,300,000. 4%ش چقدر میشه؟ هر 1% میشه 313,000 تومان. 4 تا 300 تومان میشه 1,200,000. با اون 13 1,000,000 حدودا 1,200,000. ببینین 1,250,000 تومان روی هر سکه. عزیزی اگه 10 تا سکه انجام داده باشه 12,500,000. عزیزی اگه 100 تا سکه انجام داده باشه 125,000,000 کاسب شده، بدون اینکه بیاد چیکار کنه، بدون اینکه بیاد ریسک تحمل کنه. ببینین خیلی مهمه شما دقت کنین، ریسک تحمل کنه. حالا امیدوارم الان طبق این ویدیوهایی که من دارم میذارم اصلا یه چیزی نیست که دست من باشه. ببین من الان دارم میگم امروز، تاریخ امروز قیمت های کنونی امروز تاریخ 26 دی دارم میگم مسقال طلا انقدر، سکه انقدر. اون روز هم اگه نگاه میکردین سکه گرونتر از امروز بود، سکه ارزونتر شد ولی آب شده برعکس رفت بالاتر. این حباب یه اختلاف ایجاد شد. ببینین 14%، درسته؟ 14% عدد خوبیه. ما میایم روی سکه وای میسیم و مجدد به محض اینکه 1% هم اگه حباب به ما داد، ما سریع، یا 2% هم داد، سریع دوباره برمیگردیم روی آب شده. چرا این حرفا میزنم؟ چون یه خبری پخش شد که برای ضرب و عملا یه جورایی میخوان بازار رو اشباع کنن از سکه. این خبره حالا فکر نکنم اونقدر دقیق باشه این اتفاق بیفته. سر جریان سکه خیلی خورد رو سرش اومد پایین. این خبرها خیلی میاد، تا دلتون میخواد از این خبرها میاد و میره. فقط اینایی که دارن حباب گیری میکنن دیگه به بهترین حالت ممکن میتونن از این روش استفاده کنن. حالا من نظرم اینه که مجدد شما بین اون روز رو 18%. اولین ویدیویی که براتون گذاشتم، 3 تا ویدیو من الان با این ویدیو دارم تو کانالم میذارم. اولین ویدیویی که داخل کانال براتون گذاشتیم و حساب کردیم، اگه خاطرتون باشه 15.1% بود.
بعد ویدیو دومم 18.1%، 3% یعنی اینا که از 15 رفتن روی 18، 3% اینجا گرفتن. مجدد ویدیو سوم رو 14%. ببینیم یه چرخه شما یک بار از رو حالت وقتی که 15% بود، شما فرض کن رفتی رو سکه، با این حرکت دوباره شما الان مجدد برگشتین روی 18% بود که دوباره برگشتین روی آب شده، مجدد دوباره رو آب شده، دوباره مجدد رفتین، الان داریم رو سکه، الان باید بریم رو سکه. یعنی این هی روند تکرار میشه، آب شده سکه، آب شده سکه. و کسی که 100 تا سکه داره 125 میلیون امروز میتونه بزنه به جیب بدون کوچکترین مشکلی یا هر چیز دیگه ای. این روشیه که حالا من خدمت دوستان عرض کردم، کامل توضیح دادم. و الان اگه کسی این ویدیو منو داره میبینه دقیقا متوجه نمیشه منظور من چیه، باید برگردد ویدیوهامو از اول ببینه. ویدیو اولام ببین اصلا موضوع چی بوده، ویدیو دوم روش محاسبه رو گفتم، ویدیو سوم الان اومدم گذاشتم، اومدم اتفاقی که اون روز بوده و اتفاقی که امروز افتاده رو گفتم. ببینین این تاریخ اگه اشتباه نکنم 22 تاریخ 21 بوده، 22 فرقی نمیکنه، فکر میکنم 21 تاریخ 21/10 بوده. این امروز چند روز بعدش 26/10. شما دیگه حساب کنید ببینید که واقعا در عرض 4 روز یا 5 روز شما بتونید 125 میلیون از 100 تا سکه بکشی بیرون. خب این چیزی بود که من براتون توضیح دادم عزیزان، و به عینه تو 3 تا ویدیو مشخص بود که چقدر ما حباب سکه بالا پایین میشه، چجوری میتونین از این روش سود در بیارید، در این حالی که طلاتون هم به روزه و ارزش روزش داره هر روز میره بالا، سرمایه‌تون حفظه، نقد شوندگی بالا، همه این مزایایی که تو کلیپ های اول توضیح دادم هست. فقط مونده بود همین موضوع که الان دیدید. حالا توی ویدیو بعدی براتون توضیح میدم که چجوری برین حساب باز کنین، از کجا شروع کنین، و خود معاملات خودم رو میذارم، یعنی معاملات روزانه. حالا بسخواهی میکنم معاملات روزانه، حالا شاید بعضا هفتگی، حالا فرقی نمیکنه، براتون میذارم که دقیقا متوجه بشید.